بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاب اخیری ویو ویو تاب به نام ماکرو کمانड مانده. ماکرو به خاطر چی استفاده میشه؟ توسط ماکرو ما می توانیم که یک تکست حرکت دار یا بدون حرکت دار به خاطر فیوچر یا به خاطر آینده جور کنیم. ماکرو هر وقتی که ما در یک پروگرام استفاده میکنیم به خاطر آینده استفاده میکنیم. به این خاطر ماکرو خود یک بلتن کود است. چی است؟ بلتن کود است، کود جور شدگی. ما چه قسمی کار میکنیم؟ یک کمانड که ما اپلای میکنیم سر ماکرو به خاطر اینی ماکرو سرش اپلای میکنیم کی کمانड باید در ماکرو سب باشه که دیگه وقت یا دیگه روز کمانड ما میکنیم باید برای ما چی شوه؟ برای ما باید آسان شوه، برای ما باید مشکل پیدا نکنه. خونی ماکرو است که ماکرو ما چه قسمی جور کرده میتونیم. اگر در ماکرو ما شما درس بخونیم بسیار زیاد درس هم در ماکرو است که به هر دیزاین به هر سیستم ماکرو استفاده میشه. خب ماکرو امی تعریفشان است که با آینده استفاده میشه که ما میتوانیم که توسط ماکرو به خاطر آینده یک تکست چی کنیم، حرکت دار یا بدون حرکت دار جور کنیم یا یک ابجکت جور کنیم یا یک دیزاین جور کنیم. و شارتکت ماکرو که است Alt plus F8 است. شارتکتش چی است؟ Alt plus F8. ببین شاگردا این ماکرو است. اول کمانड ما و شما داریم ویو ماکروس. ویو ماکرو به خاطر چی استفاده میشه؟ ببین ماکرو ویو میکنیم. اینجا ماکرو مثال جور شده ماکرو 1 ماکرو 2 ماکرو 3 4 up to 5. این ماکرو را ما چی میکنیم؟ دیلیت میکنیم. یس هر کدامش توسط از این کمانड چی میشه؟ دیلیت میشه. این ماکرو کلاگی چی کنیم؟ دیلیت کنیم. پس ما در این ماکرو میں ببین ویو ماکرو ریکارد ماکرو پس ریکارڈنگ پس ریکارڈنگ یک ماکروی دیدن است یا ویو کردن است و یا استارت کردن. اول ویو ماکرو ما نمیخوانیم، اول ریکارد ماکرو میخوانیم. کدام ماکرو میخوانیم؟ ریکارد. در این ریکارد ماکرو که ما داخل شدیم اینجا ما 3 قسم ماکرو جور کرده میتونیم. دیلیت که از استاپ یا از ریبن ماکرو استفاده میکنی، دیلیت که از شارتکت استفاده میکنی، دیلیت که می خود کمانड استفاده میکنی. صحیح؟ اول ما می نام کمانड مثال نوشته بکنیم که فرست ماکرو. اوکی ماکرو والی ریکارڈنگ شروع است. چی شروع است؟ ریکارد شروع است. اگر شما والی در این وقت بی با ماکرو مثال ریکارد یا استیل یا دیزاین برش بودی اینی ریکارد است. مثال رفرنس پیج بارر از اینجا ریکارد میکنم. باکس اینی باید باشه 3D شیت نی رنگ باید باشه. اوکی کردیم. یک ماکرو جور شده جور نشد. این ماکرو آل ما میرم دیلیت که این ماکرو از اینجا پاس مانا استارت کردن. استارت میکنی استاپ کردن پاس با موزش جا استاپ کردن پاس شما میتونی که استارت کنی. خب ما برش بگیم استاپ مانا دیگه ما کار نمیکنم. این ماکروی ما شد. ببینید در دیگه صفحه ما رفتم یک پاراگراف نوشته کردیم R&D قوس شروع قوس بند انتر کنترل پلاس A میم ویو. در ویو آمدم ویو ماکرو. کدام ماکرو؟ فرست ماکرو است یعنی رن کو میرم. رن شده یا نشد. یک دیزاین جور کردیم و دیزاین جا استفاده کردیم یا نکردیم. به خاطر آینده چقدر خوب مثال دی قدر وقت که ما او دیزاین یا جور کردیم ما با یک دیزاین بسیار با سختی جور میکنیم. یار دفعه که او دیزاین یا او استیل یا او حرکت دار تکست جور میکنیم زیاد وقت میگیره یا نمیگیره. با او خاطر باید ما اینی ماکرو جور کردیم. آلی ببین این ماکرو که ما سب میکنیم پس کران میکنیم ماکرو کار نمیکنه. فکرت باش شاگردان کنترل پلاس اس هر وقت که فایل ماکرو دار را ثبت میکنی اینجا فرمت ما شما داریم. ببین ورد ماکرو انیبل
डॉक्यूमेंट. बस दही के ثبت کنی ذات مردم کتینی مشکلات مثال روی بروی اسباره میگه که ما ماکرو جور کنیم که فایل ثبت کنیم پس که اوپن کنیم کار نمیکنم. شما باید ضرور ماکرو اینجا چی داره؟ فرمت داره. د ماکرو باید د فرمت خود باید چی شوه؟ ثبت شوه. پوهیږي عبدالله؟ که ثبت میکنی ببین در دسکتاپ امی ماکرو ثبت میکنیم سیو ثبت شده. وقتی که ثبت کنی ماکرو ستاپ دیگه قسم فایل استایل دیگه قسم بدل میشه. ببین عکس فایل این قسم یک چیز آمده در نام ما بین exclamation mark as cheers. Get it? صحیح؟ ای بود ماکرو خود از کدام جه بود؟ یک ماکرو ما جور کردیم از کدام جه؟ از ریکارد ماکرو. در ریکارد ماکرو کی جور کردیم اینجا میرا آل ما شارتکت یا از ریبن کدام کامند برش دادیم که ما چی کنیم؟ رن کنیم. قسمی اولی بود که جور کردیم پس دایرکت در کدام کامند رفتیم؟ در ویو کامند رفتیم از اینجا رن کردیم. ببینید شاگرد طریقه دومی ماکرو جور کردن. آگه یک نفر برات میگه که مثل کامند واره باید اینجا باشه که ما کلیک کنیم ماکرو باید رای چون ما اونجا داخل کامند رفته نمیتونیم. کنترل پلاس این دهی سبب ما چی میکنیم؟ یک ماکرو جور میکنیم. ببین ماکرو است ویو ریکارد ماکرو. این ماکرو که تو جور میکنی داکومنتری تنها باشه یا آل داکومنتس چی معنی؟ ببین شاگردان وقتی که ما یک ماکرو بٹن جور میکنیم در هر داکومنت که ما بریم یعنی کنترل ان کنیم باید باشه نه تنها دم یک داکومنت باشه. تو برش بگو که در آل داکومنت باید کار کنه. و کدام داکومنتس؟ داکومنتری معنی به اینی است که دامی داکومنت تنها کار میکنه و آل داکومنت در هر کدام داکومنت دیسکریپشن معلومات ماکرو میده. اینجا ما آمدم بٹن ماکرو جور میکنم. نام هم برش میتم نامی چیز سکند ماکرو از بٹن استفاده میکنم. اینی است یا نیست؟ ریموو. اینی یک ماکرو است اد باید شود که اد شود اینا مودیفای میکنی یا نامش تغییر میکنیم تا نام برش میتی مثال سکند یک ماکرو است. اوکی اینجا ماکرو آمد یا نامد؟ ببین الان با ماکرو چی میکنی؟ لیاوت واترمارک مثال کستوم واترمارک یا ما یک واترمارک اینجا میارم تکس صحیح. یک واترمارک جور کردیم با کدام رنگ باید باشه؟ اینی رنگ باید باشه. اوکی واترمارک هم جور کردی پیج کالر هم دادی یا پیج کالر پیج بارڈر برش دادی वो बस क्या हम पेज बॉर्डर में एग्जांपल ही वर्क की बैकग्राउंड برش میتی اینی बैकग्राउंड باید باشه. مکمل یک ماکرو شد یا نشد؟ پس ما میرم این ماکرو چی میکنیم؟ ویو باید این ماکرو چی شوه؟ stop recording. پاس میکنی پاس شد. ریکاردینگ آره ماکرو نمیکنه. اگه کدام کار تو کنی او ثبت نمیشه. پس تو دهی سه آمدی ماکرو ببین resume recording. It means start again from that place. Get it? یی ما برش بگیم stop recording. ریکاردینگ چی شده؟ stop شده. کنترل پلاس n دهی سه تو آمدی مثال R&D قوس شروع قوس بند انتر. کنترل پلاس A ماکرو از کدام جه رن میکنی؟ از این سه کلیک کو. ماکرو رن شده یا رن نشد؟ صحیح؟ ماکرو از این جمع جور کرده مثال از این جمع رن میشه. واترمارک اینجا چی برش دادم؟ بکگراند برش دادم. گود سی اگین سیز خورد و کلان که واترمارک تو خوب صحیح خوندی ده واترمارک کنترل پلاس بکگراند ارس کو
نیست است که بک‌گراند هم باشه. نه یو رقم نه بک‌گراند به آخره که کده شی واش اوت بکن بس نشی صحیح مشکل ویو ماکرو ریکارد ماکروی سیومی دارم که مثال از شارتکت با چطور میتونم که یک ماکرو چی کنیم جور کنیم یا رن کنیم ببین کنترل پلاس ان ویو یک تکس حرکت دار جور میکنیم چون که ما اینجا میم نوشته میکنیم که ویلکم صحیح ویلکم تو جست ویلکم کنترل پلاس ای ریکارد ماکرو به تکسی کسبی به جور شوه سیز تکسی از دا ویو ریکارد ماکرو کدام قسم ماکرو با ماکرو نام میتی ترد ماکرو خب اسین یا کیبورد یک شارتکट هم برش میتی اینجا کلیک کردی پریس نیو شارتکट کی کنترل پلاس دی چی برد میگه currently assigned to format found D یہ خو assign اش اگه او را باید چینج بکنه کدام مشکل نیست تو برش بگو که چینج بکنیم سیب در کدام جای مکرو باید سیب شوه نارمال داکومنتس نارمال که وقتی که سیب کنی چقدر داکومنتس که نو میکنی همی کلگی کار میکنه عبدالله فرق نارمال او د ډاکومنټ څه ده وته کې نارمال باندې چې سیب کې څومره په صفحه چې نو کې هر صفحه کې به کار کوي که یوازې د ډاکومنټس واخلي خاص په دغه ډاکومنټس په باندې کار کوم کنه کوم کدام ډاکومنټس اوپن کردیم ببین بالا نامش چیست داکومنت 5 است یا نیست تنها دامی کار میکنه دیگه باز کار نمیکنه ما برش میگیم باید کجا ثبت شو د نارمال ثبت شو شارتکट کنترل دی اس اساین کلوز ریکارد شروع شده اینی ما مثال یک تکس حرکت دار جور میکنیم صحیح یک تکس چی شده حرکت دار پس ما میم دی سها ماکرو stop recording ریکارد به چی شد stop شد ببین کنترل پلاس این اینجا ما آمدم نوشته میکنی که افغانستان کنترل پلاس ای کنترل پلاس دی یک حرکت دار ٹیکس جور شده جور نشده صحیح یک سیکس چی جور شده ٹیکس حرکت دار ایدی که وقتی کنترل پلاس دی را پرس زیاد بگیری و سایز خدا چی میکنه کلان میکنه در کلان سایز برد جور میشه اگه وقت داری در مکرو که مثال ابجکت یا ٹیکس باشه دی کنترل پلاس دی را که پرس کنی همی کارش هست نه اتوماتیک انیمیشن نمیگیره خورد کلام دیگه صحیح شارتکट خو ضرور بینی اول چی است اول تکس نوشته کو که باز بازاب نشه کنترل پلاس ان ای ماکرو د مابین ماکرو چی بود ریکارد ماکرو و پاس ریکاردینگ بود چی بود پاس ریکاردینگ و ریکارد ماکرو ببین این ماکرو که ما آمدیم اینجا برش نو تاب جور میکنم این کامند ما شما اینجا شروع میشه که وقتی که آپشن میم کاستومایز دریبن یا مور کامندز در دویش ما شما میخوانیم کاستومایز دریبن که چه قسم یک ریبن جور میکنیم و اینجا ضرورت نیست در زینی ساعت نیست که ما باید با ماکرو یک تاب جور کنیم تنها ماکرو از ریکارد ماکرو بسی طریقه باید چی کنیم رن کنیم صحیح میم اینجا ماکروی بعدی است ویو ماکرو کدام ماکروها که ما حساب کردیم در ساحه آمده یا نامده از این ساحه ما شما میتونیم که ماکرو هر کدامش رن کنیم چی کنیم رن کنیم هیچ کدام مشکل نیست ما میتونیم که با آسانی رن کنیم خوبی بینید اینجا چند کامند داریم رن دایرکت برای یک ماکرو چی میکنه رن میکنه step into شما میتونی که مثال د ویو دامی دیبیت یا دا چیز تغییرات بیاری هر چی که بوده step into direct visual میره step out step over
step into F8 شارتکت است. ای به اینی خاطر وقتی که ویژوال بیسیک میخونی یا کدینگ کار میکنی در هر کدام جایی که غلطی باشه شما به step into رفته میتونی به استاد شده میتونی. سیا خب ما در این همه step into بود و دیگه ویو ماکرو دیگه چیز ادیت است. شما میتونی که در ماکرو تغییرات بیاوری. سیل جی اینقدر کدینگ است یا رایت است یا ترو است یا فالس است. شما یک چیزش چی میکنی؟ WD colors is automatic color میگیره یا کدام تغییرات که آورده شما میتونی که تغییراتش بدل کنی. سیزش بسیار خرد و کلان است. distance from top 1 inch شما میتونی که تغییرات در کدام ساحه در مکرو بیاوری چی کنی؟ تغییرات بیاوری. ویو ماکرو کریت چی کار کده میتونیم؟ کریت برای تاله کار میکنیم. آیا چه ما میتونیم از کریت ماکرو رن کنیم؟ آیا ما میتونیم که از کریت ریکارد برات کنیم؟ کریت هر کدامش ریکارد است. خوب ریکارد مثال کود است که چه قسم کود کار میکنی صحیح؟ اینجا ما می دیلیت خو دیلیت یک ماکرو چی میکنه؟ دیلیت میکنه. دیلیت که دیلیت میکنی یا دیلیت نمیکنی چی کار میکنه؟ دیلیت کار. استاد اول سه پیزه دانه مخلوقان اول نمیکنه استاد. هغه کوم استفاده کوي استاد. اما هغه دی کې نه وی کنه کار شوی په دې کمپیوټر. شوی په دې کمپیوټر باندې کار شوی 2 بجې کلاس ته ما استاد ته ورکړی و به شاید مکرو کار کړی سم. ما پر کار نه کړم مکرو باندې. اورګنایزر شما میتونی که مکرو را چی کنی؟ ارگانایز کنی. ستیلش مثال لیست نمبر است. ارگانایز جور کنی یک مکرو که یک سیستم ببین. صبر کنی سر. ویو مکرو از اینجا ما برات میم کریت برات اول کار میکنیم. دا کریت مثال مکرو 1 یا اینجا برات 3-4 بٹن جور میکنیم ببین. کریت سم اتوماتیک باز شده یا باز نشده تو برش میگی که نه کسی بین نباشه ما اول مکرو کو لگی چی میکنیم دیلیت میکنیم ویو مکرو دیلیت مکرو دیلیت شد یا نشد ببین سم کریت میکنیم یک مکرو آمد اینجا کودینگ میکنی چی باید کنی کود دایسا سام اینجا آمدی نوشته کردی که dim a as integer dim b dim a as integer dim b as integer dim b as what as integer dim c as integer integer اینجا نوشته کردی که a مساوی input box the message باید چی باشه double quotation but the message باید نوشته کنی که enter the first number صحیح کوتیشن ضرور است پس بند کردی بی ما باید بساوی کردی چی باشه پس در مابین مسیج بی باید چی باشه اینپوت باکس در مابین مسیج باید نوشته کنه enter the second number مختلف باید باشه یک شب باشه کدام سی مساوی ای جمع بی سی مساوی چی؟ ای جمع بی مسیج ای کتی مسیج بی باید چی کنه؟ آت کنه باید جمع کنه ببینه ای بیا امس جی باکس اگه کدام مسیج داری باز کجا برو سی امی مسیج که میتی در کدام خانه باید بری؟ سی ببین کماندی اولی ما باید کار کنیم اینجا آمدم ثمس یعنی رن کو گفتی که 12 جمع
20 چند میشه؟ 13. یک بटन جور شده جور نشده؟ یک ماکرو کلکولیشن کرد یا نکرد؟ در این ساحه شما برش میگی که ایویو ماکرو خو ما جور کردیم یک دانه با ماینس هم جور میکنیم با چی؟ ماینس با ماینس که جور میکنیم کریٹ کو امی چه قسم کود که باشه اینی کود است یا نیست؟ کنترول پلاس سی در این ساحه باید چی کنی؟ کنترول پلاس وی خو ای علامه با چی بدل کو؟ ماینس آلی ماکرو کاری چی میکنه؟ ماینس برات کار میکنه ببینی ماینس ران کو چی باید باشه 12 ماینس 1 11 میمانه نه ماکرو ویو ماکرو یک ماکرو دیگه به نام ملتیپلای باید باشه چی باید باشه؟ ملتیپلای کریٹ کاپی کدی تناپیست کو خوی علامه بچی بدل کو ضرب ران کو وقتی که آل شما در صاحبی ویو ماکرو باید ملتیپلای کاری چی کنه؟ ضرب ران کار باید چی کنه؟ ران 60 جمع 80 ضرب 80 صحیح اینجا ما میم ویو ماکرو دیواید باید باشه چی باشه؟ دیواید ای کریت کنترول پلاس وی ایکود امی یک چیز باشه خو علامه چی به ضرب تقسیم بدل کو رن اینجا که حال شما می رن یا ویو ماکرو کدام ماکرو باید ویو شما؟ divided run 50 تقسیم 5 خب ای خو بسیار مشکل است که ما از ماکرو میرم رن میکنیم باید بटन جور کنیم چی جور کنیم؟ بटन باید جور کنیم بटन چه کسبی جور بشه دیسا هم همیم مور کامنٹس دا مور کامنٹس که آمد اینجا باید چی بگیری؟ ڈول پر ٹاپ کی گرفتی اینجا کنٹرول بگی کنٹرول 8 کو 8 شد یا نشد؟ اوکی کو دیسا ہے کنٹرول که آمدی اینجا چی میکنی باید کلیک کنی کنٹرول بٹن است یا نیست؟ صحیح ڈیزاین مود کنٹرول بٹن اینی را چی میکنیم ڈیلیٹ چکه غم سره واو کنٹرول بٹنز کلیک ڈیلیٹ بटन بند دیسا همیم کدام بटنز برش بگیریم ای کماند بटन یک کماند بटन اینجا داریم بای کماند بटन و اینجا که است اینی که تاگل بटन است اینی کماند بटन ما برش بگیریم کدام بटन کماند ای بटन است یا نیست ای بटन آمد سر اینی بटन کلیک کو پراپرٹی دا پراپرٹی که رفتی کپشن نامی بटन بدل کو تنهایی کدر سرش داشته که کی بید باشه نامش اگر ستایلش بدل میکنی دیگه کدام کس چی میاری دل بدل کده میتونی رایت کلیک ویو کود کدام کود کنترول پلاس وی دیم ای از انتیجر اگر شما نوشته میکنی می وقت تنست دیم ای از انتیجر دیم بی از انتیجر integer
DMC as integer مساوی input box double quotation a first number first double quotation قوس B مساوی input box قوس شروع quotation second quotation قوس بند C مساوی A تنا جمع چکو B MSG باکس के मैसेज दादी MSG باکس मैसेज के दादी کجا برو C کجا باید بری C ببین یا کور شده یا نشده صحیح ایما رن میکنیم کار نمیکنه اینجا ما میریم از این دیزاین ویو ختم میکنیم دیزاین مود است یا نیست میم اینجا کلیک میکنیم با جمع چی بارت میگه C جمع 70 एक बटन जोर शरिया जोर ना शरा आम्ही कसं आम्ही बटन दिगा हम जोर में कने डिजाइन मोड ई बटन ची शिरा बटन दिमी राइट क्लिक प्रॉपर्टी बटन नाम از اینجا تغییر میکنی کپشن که تغییر نکنی هم کدام پروانه میکنه ماینس باید باشه صحیح با این کود میکنی رایت کلیک ویو کود کود که میگینی کنترل پلاس ویو را کپی کردم یا نکردم پس اینی را منفی کو ای پس رن کو اینجا بیا دیگه بटन باید بگیری چی باید بگیری ویو डिजाइन मोड څنګه डिजाइन मोड کې کار نه میکنه ویو डिजाइन मोड د حالات डिजाइन मोड باید باشه डिजाइन मोड کلیک کردیم اینجا میم کلیک باید بटन باشه اینی می یک بटन جور کنی صحیح دیگه بटन اینی بटन دیگه یک بटन هم میگیری دایی سه هماری ویو اینی باید بटन باشه دही बटन डबल क्लिक कर दी कंट्रोल प्लस वी ची बरश दादी जार बेद शो प्लस 8 रन भाई बटन हम डबल क्लिक में कुनी दिलित कूट दिली डबल कंट्रोल प्लस वी इन जामदी कोदाम बटन बरश भी तकसीम इची में कुनी रन आले गना में तगीर में कुनी राइट क्लिक को प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी आमदम द कैप्शन नामी चीज नामिस मिसाल ज़ारबस वही हम राइट क्लिक भी कुनी प्रॉपर्टी तनाव कम करें चेंज हो जब नगर प्रॉपर्टी नमे अजीबेची भाषा डिवाइड रंगिश मिसाल हम बशुमा इंतखाब कलामी तानी के रंगिश चे किस्म भाषा चे किस्म ना भाषा सही रंग नविश्ता ایرا کلوز کردی پس دایی ساحه شما می ببین دیزاین مود کشیدی یا نکشیدی حالا هر کدام بटन کار میکنه که میکنه یا نمیکنه مثال اینی عدد جمع اینی عدد اوکی اینی جمع شد شما میتونی که تقسیم بटन هم استفاده کنی 80 تقسیم 7 اینی 11 اشاره نمیکشه بله آل ما اینی ثبت میکنه ببین کنترل پلاس اس या F12 با مثال سیباز چیکار شد سری فایل سیباز د دسکتاپ به چی شوه سیو شوه منامی چی منامی ماکرو فرست میبین خود سیو میکنیم با نام ماکرو تلا سیو شد فرمتش تغییر نکنیم کنتینیوس ماکرو یس
دیگه پس ما می این را ثبت میکنیم. چی میکنیم؟ سیو. مکروان با نام مکروان ثبت میکنیم. فرمتش چی میکنیم؟ تغییر. انیبل مکرو داکومنتس. اوکی سیو. این را کلوز میکنیم. ببینید یک مکرو اول ببین مکرو اوپن کردیم. مکرو است یا نیست؟ این خوبا کار کردیم میره باید کار کنیم. مکرو جور کردیم سبا مانم یا زیاد کار کردیم پروگرام ورد از با کدینگ. یکی کلیک میکنیم هیچ کار نمیکنه. کار میکنه؟ هیچ قسم مکرو شده. ثبت کردیم کار نمیکنه. یکی کار باید کنه شما باید فرمتش دیگه ببین با فرمت مکرو ثبت کردیم یا ثبت نکنیم. یکی اوپن کنی هر وقت که بیای انیبل کنتنتس بس چی برات میکنه؟ کار برات میکنه. اگر یک سال بعد بیای اگر هر وقت که بیای برات چی میکنه؟ کار میکنه. چرا که فرمت این مکرو بسیار مهم است. چی است؟ بسیار مهم است. اینجا ما میم اند. اینجا کامند مانده بود که چی؟ مکرو ویو مکرو. دا ویو مکرو ما شما میتونیم که زیاد استفاده کنیم. ارگانیزر مکروی جور شدگی و مکروی که در نرمال تمپلیت سب باشه مثال اونجا ارنج کرده میتونیم که ما ایش نمیپاییم ایش تا نرمال نیست دیسا. خب دا ارگانیزر ما نمیم اینجا ما میم تنه از شارتکت های مکمل ورد پیدا میکنی. ای آل یا ورد داکومنتس. ببین اینی مکمل مکرو است. چی میکنی؟ چی باید شود یک پروگرامتان؟ این کماند است یا نیست؟ چقدر زیاد کماند است ببین. این مکمل مکرو است. هر کماندش چیست؟ مکرو دار است. هر کماند شما میتونی که مکرو از این اپلای کنی. اپلای هیدینگ 1 و اپلای هیدینگ 2 maximize minimize field auto scroll एक कमांड अस रन میکنیم. چی؟ ये तो पाइन बिहार एक किस्म बड़े तरकत में था सफा क्या रकत भी के मिसल ने पहले के खलास हो के टेक्स्ट मेरा पाइन होगा کم حرکت باید بودی. اگر ماوسی سکرالدار باشه ویلدار باشه رو که کلیک کنی باز هم برای سکرال بار پیدا میکنه. خیلی یک مکرو سریس از اینجا رن میشه. بلتن کود است. از اینجا شما میتونی که زیاد مکرو را ببینی. هر کدامش مثل فیلد واره هم دا مکرو بٹنز کماندا بود. شما که اینجا رفتی داخانه هر کماند باید استفاده کنی. ما دیگه کماندای جنا میخوانیم میقدر میخوایم که امی شارتکت های از دا ورق که دا ورد پیدا همیشه ای کجاست؟ صحیح؟ استاد شو خواهو کدی ولا کرد. خب اینجا آمدی LIST لیست کماند باید بگیری. چی کار داری؟ شما گفتی که ما مثال چقدر شارتکت ها که دا ورد است ای باید ما ببینیم که چه قسمی است. اینجا باید لیست کماند که نوشته کنی رن کو که رن کردی کرنٹ کیبورد سیتینگ. امی کیبورد سیتینگ چی است؟ برات میگه ببین این شارتکت است. کماند نیمز مودیفایرز all caps all store auto format bold copy cut font formatting help insert macro. هر کدامشان است یا نیست؟ شارتکت مکرو چیست؟ alt plus F8. ببین شارتکت امی هیدینگ مردمی که 6 هیدینگ است. اینجا چند هیدینگ است؟ ما برات گفتم 9 هیدینگ برات گفتم. هر هیدینگ شارتکت که میبینی دیسا شارتکت شانم است.
just heading are H की दी show all heading A show heading 1 2 3 4 5 6 7 تا 9 all plus plus 9 صحیح all plus plus 9 این شارتکت ها از اینجا بود که شما مثال چی کردی استفاده کردی صحیح آخر دعوانا